سلام دوستان عزیز، چند دقیقه قبل یه سیگنال طلا از این محیط گرفتیم. دوباره با روش خوراشدهی که مشاهده میکنید تست انجام میدیم و مسیر هدف را مشخص میکنیم. خب با این روشی که الان مشاهده میکنید بهترین نوع خوراشدهی هستش که اگه ردیاب بازم همون نقطه رو به ما نشون بده هدف 100% و تضمینی هستش. خب من خوراک طلای 24R را روی سطح زمین میذارم، نیم گرم باشه کافیه. با ردیاب حرکت میکنم، آمدم بر روی خوراک، ردیاب ضرب در میکنه و برمیگردم حرکت میکنم تا ردیاب مشابه همین سیگنال را در محیط برامون جستجو کنه. به هر سمتی که حرکت کنم ردیاب بازم همون نقطه‌ای که گرفته را به من نشون میده. مسیر را ادامه میدم. میبینید که ردیاب ما را به نقطه هدف هدایت میکنه. خب همانطور که مشاهده میکنید از هر سمتی که با ردیاب حرکت میکنم ردیاب ما را به داخل این درختان هدایت میکنه و هدف ما دقیقاً در این قسمته. از این سمت هم حرکت کرده بودم که ردیاب بازم داخل این درختان را به ما نشون داد. دوستان عزیز، هدف مورد نظر داخل این درختان هستش.